داستان مارتی جوش مارتی خوابیدن، خواب دیدن، گشنمه. آق جون، روز نو، سلام. چه خوشگلی آقا مارتی، وقتشه که این قیافه رو به دنیا نشون بدیم. یه دقیقه واسا مارتی، نظرت درباره این چیه؟ سلام مارتی جون. دنیا واقعا رسیده. بسه، انقدر بزرگش نکن مارتی، فقط یه جوشه. مگه چی میشه؟ چه قیافت من به هم بزنم مهمه مگه نه قربان؟ آره اینم ممکنه، باید قایمش کنم. همون قیافه که میخوام. ممنونم. سلام مارتی، دنبال یه شال میگردم که باهاش برم. آره خودشه، همینو میخواستم. خیلی خوشبختم. خداحافظی. چه با نمکه. خیلی خوب رفیق، یه نفر از ما دوتا باید بره و از نظر منطقی اون یه نفر من نمیتونم باشم. ولی من از تو خوشم میاد. ای بای مارتی. آخ رفیق من مردم. تو ادامه بده. ولی جوشا چندشن. چندش آور؟ آخه به این نگاه کن. چطوری میتونی به این بگی چندش آور؟ آخ جون کپوچی الهی من فدازشم با منم. یعنی میخوای بگی از این خوشت میاد؟ همه اینو دوست میدارن. منم تو رو دوست میدارم آخ جون. آخه آخ جون یوهو. خیلی خوبه. وای پسر خیلی خوششانسی که همچین دوستی مثل این جوش کوچولو داری. خب باید بگم اون داره رو صورتم رشد میکنه. وایسه ببینم یعنی میخوای گرفتی چی میگم؟ خیلی با منک شدی تازگی ها حرفای با خب پس منک داری. قشنگ فهمیدی دیگه. آره خوبه. شب بخیر دوستم. شب بخیر مارتی جون، من تو رو دوست میدارم. دوست خوبی، دوست دارم. چی شده؟ صبح بخیر اتاق، صبح بخیر خورشید و صبح بخیر به. چی شدی؟ من خیلی مریض شدم بسر، خیلی بد حالم. نگو. چرا؟ چی شده؟ معنیش چیه جک؟ بگو من طاقتشو دارم. جوشت داره کم کم چربی از دست میده و قرار از دست صورتت خلاص بشه و خشک شی. تیخ لعنت به غذای سالم. متاسفم جوش جونم، اینا همش تقصیر منه. جک خواهش میکنم یه کاری کن. متاسفم مارتی، فقط یه معجزه غیر منتظره میتونه این جوشتو نجات بده. دنبال من میگردی؟ بارنی خیلی وقت خوبی اومدی، میتونی نجاتش بدی؟ میتونم، ولی نیاز به یه سری زحمات چندشاور روی صورتت دارم. هر چی بخوای. ممکنه چندشت بشه جوری که حتی قبلا هم چندشت نشده باشد. تکرار میکنم هر چی بخوای. خوبه، پس روغن سرخ کردنی مونده رو بهم بدین لطفاً. اینم بخور. دماسنج شکلاتی بیا اینم بخور.
امیدوارم که جواب بدهد. آینه جوش جونم، تو زنده ای؟ نه آره حالا هرچی. قول میدم دیگه صورتمو نشورم. خیلی دوست دارم دوست قشنگم. رفیق زشته، دست وردار. نمیفهمم این چش شده؟ هنوز مریضه؟ نه میدونی دوران جوانی دیگه. مسخره است. بیا رفیق کوچولو بخورش. ببخشید این رفیق دایناسور دیگه چه؟ اون هانسه. وایسی بینم داری در مورد من حرف میزنی؟ چه کوچولوی بیادبی. از عمو برنیت فوراً عذرخواهی کن. شنیدی که چرکی؟ دوست داره الان چرکی صداش کنیم. خیلی خوب هرچی از عمو برنی عذرخواهی کن لطفاً. باشه هرچی تو بگی عمو. ببخشید دایناسور. دیگه نمیدونم باید باهاش چی کار کنم. دیروز میگفت خیلی دوستت دارم، حالا امروز میگه ولم کن بابا. میشه بس کنید؟ دیدی؟ شاید وقت شده که جوشت متأهل بشود. ولم کن بابا. کنم وقتشه که من و چرکی یکم حرف بزنیم. و اونا تا ابد با هم زندگی کردن. خب اینم از تنقلات. خیلی بیدار نمونینا. آهای یادت رفت چی گفتم؟ بخواب بابا جان. صبح شد. چقدر ساکته، خیلی ساکته. سلام مارتی جون. چرکی چقدر بزرگ شدی. مارتی دیگه منو جوش صدا کن. دوران جیجی بودن من دیگه تموم شده. الان دیگه بزرگ شدم و یه خانواده دارم. وای خیلی خوشگلم. تازه یه خانواده اون بالان که خیلی سیدش هستن، نمیشه دستشون خلاص شد. سلام حالتون خوبه؟ لازمه بیام بهتر کنم. اون چرکی نظر به حرفش گولت بزنه، ولش کن. الان مارتی همتون رو بغل میکنه. این چه کاری بود کردی؟ حالا اونا خانواده‌ای هستن که هیچ وقت نداشتم. هر جام که میرم باهام میام. این روحیت رو تحسین میکنم مارتی، ولی صورتت چی؟ ازش بدم میاد. نه گلاب برو چجوری بگم ناراحت نشی. ولی چندش آورترین صورتی که تا حالا دیدم رو داری مارتی. تو فقط حسودی میکنی چون رو صورت من جایی برای تو نیست. در واقع روی صورتت یه تیکه پوست سالمم نیست. فکر نکنم اصلا براش مهمم باشه. کمک نمیخواین؟ من اینجام که کمکتون کنم. شما چطور؟ کسی کمک نمیخواد؟ مارتی یه سری کارا هستن که باید اون ته مغازه بهشون برسی. خیلی ته. آره برو ته. یه خورده دیگه بری بهش رسیدی ها. همینجوری برو به راحت ادامه بده. خوبه همینجوری بری بهش رسیدی ته تاریکی. باشه. محلول ضد جوش قوی. میگم جک واقعا لازمه؟ نه. پس مجبورم. هی مارتی داره با کی حرف میزنی؟ راستش هیچ کس، فقط یعنی با هاباجر حرف میزنم. جدی با من حرف میزنی؟ نه هابا هیچ کس اینجا نمیخواد باهات حرف بزنه. برو بیرون. گوش کن مارتی، ما واقعا خوشحالیم که گذاشتی رو فرصت بمانیم. واسه همین ما برات یه آهنگ آماده کردیم. یه آهنگ خانوادگی. من خیلی خوشحالم که شما خوشحالی. ما هم دوست داریم مارتی جان. منم همتون رو دوست دارم. محلول ضد جوش خجالت نمیکشین؟ دیگه هیچ کدومتون رو دوست ندارم. مثلا تو یا تو و تو هم همینطور. ولی شخص دیگه که اینجا نیست مارتی. اینم با خودم میبرم. من نانآور خانواده‌ام. هنوز اون تو خوش حبس کرده. بسپاریدش به من. دلمون برات تنگ شده بود. دوامون بیار رفیق. اگه منو میخواین اینا رو هم باید بخواین. خب ما سعیمونی کردیم. ما حاضریم هر کاری بکنیم مارتی، فقط برگرد. یادت باشه الان چی گفتی و دقت کن که الان چی میگی. کوشن
پس بقیه خانواده کجا؟ هیچی، اونا رفتن روی صورت بچگانه دیگه تا خانواده جوشی خودشونو درست بکنن. دیگه وقت شده که منم از پیشت برم مارتی. ولی جوش جونم. بیا تا این لحظات آخر با هم حسابی کیف بکنیم مارتی. دوست دارم. بله مارتی جان، وقتشه. ازت ممنونم مارتی، از این که انقدر چرب و چیلی بودی. خیلی ممنونم. مواظب خودت باش. خداحافظ. آی مارتی ناراحت نباش، من قرار نیست جایی برم که عزیز دلم. خیلی خوب باشه.